از نام راحیل پیدا بود که سود رحلت خواهد کرد. پروردگارا در فراغش مرا صبر عنایت فرما. پدر جان، کنعانیان آمدن. چه فایده؟ درون چادر. عجله کنید، با من بیایید. سلام بر نبی خدا. سلام خواهر. دیر آمدی خواهر. دیر آمدی. راحیل بود. اندوه و انبیا دو آشنای دیرینه. این گونه مسائل برای ما غریب نیست. ما در این مصیبت نیست به خدا پناه میبریم. تو باید بیا باشی خواهر راحیل که تو تسلیت میگیرم. میبینی فرزند، جایی که آمده ای کاروان سرایی است. جمعی می آیند و عده‌ای می روند. خوش آمدی. مقدمت مبارک. مقدم او نامبارک است. نامبارک. او را بنعانی بنامید، فرزند نکبت. او باعث مرگ خواهرم شد. بس کن زن، بس کن. مرگ و زندگی به دست دیگری است. این کودک که گناهی نداره. بنعانی نه، بنیامین فرزند دست راست. او دست راست پدرش خواهد. تو کیستی عزیز عمه؟ یوسف فرزند راحیل. از تو نیز یادگار راحیلی. اول باید به تو تسلیت کنم. مادر پدرم میگوید خداوند هر که را بیشتر دوست دارد او را به نزد خود میبرد. عزیز عمه، تو میدانی مادرت نزد خداوند است؟ میدانم. خداوند او را به بهشت برده، ولی من دوری او را نمیتوانم تحمل کنم. از خداوند میخواهم به ازای این مصیبت به تو و پدرت صبر و بردباری بدهد. عمه فائقه، بهشت بهتر از اینجا. آره عزیزم، بهتر است. تو خیلی بیشتر از سنین کوتاه عمرت میفهمی عزیز برادر. خداوند تو را حفظ کند. بیشتر از سنین کوتاه عمرت میفهمی. من در چهره زیبا و معصوم این کودک و در کلماتی که بر زبان میداند نشانه بزرگی میبینم. او بیش از همسالان خود میفهمد. این باور کردنی نیست. بس کن خواهر، بس کن.
یوسف هم مثل دیگر برادران خود با آنها فرقی ندارد. چهره و کلام یوسف برای من دلنشین است. از تو میخواهم نگهداری او را به من بسپاری. شاید غم بیمادری او را قدری التیام دهم. من با خواهرم عهد کردم که نگذارم فرزندانش غم بیمادری را احساس کنند. مانند دیگر فرزندانم از آنها نگهداری خواهم کرد. ولی تو با آن همه فرزند که داری چگونه میتوانی؟ این امکان ندارد. اجازه نخواهم داد لحظه ای از پیش چشمم دور شد. بالاخره رسیدیم. شهری که تا آخر عمر باید در آن زندگی کنم. آمدن کاروان یعقوب نبی آمدن. رفتنشون مبارک. خوش آمدید. مقدم نبی خدا را گرامی می‌داریم. ما را در غم خود شریک بدن. بعد از مصیبتی که بر شما وارد آمده نداشتیم، خداوند به شما سخت عنایت کنید. مرگ و زندگی به دست خداوند است. ما هم تسلیم رضای او هستیم. خواهر، مقبره پدرمان اسحاق نبی کجا قرار گرفته؟ قبلا آنجا را دیدید. مقبره پدر بزرگمان حضرت ابراهیم و همسرش در مکفیلا. مزار مادرمان رفقه نیز آنجاست. ابتدا قصد زیارت و تجدید پیمان با آنان را دارم. بیا، همه را خبر کن. به اتفاق آنجا می رویم. یهودا، لاوی، اسمه امانتی را که به تو سپردم بیاور. ما به دیدار مزار پدرم اسحاق می‌رویم.
درود خداوند بر ابراهیم پیامبر. خداوند روح اسحاق و ابراهیم را شاد گرداند. مردم کنعان هدایت و ایمان خود را مدیون ایشان هستند. به هنگام مرگ خیلی دلش میخواست شما را ببیند. او شما را پیامبر بعد از خود خواند و وصیت کرد زعامت عبرانیان را به عهده بگیرید. از روح بلند او مدد میگیرم و از خداوند میخواهم که در انجام این رسالت سنگین مرا یاری کند. این پیراهن متعلق به پدر بزرگمان حضرت ابراهیم است که به پدرمان اسحاق به ارث رسید. اینک شما وارثان هستید. در نبود شما من که بزرگترین فرزند پدرمان بودم از آن مراقبت کردم. اینک ادای امانت نموده آن را به شما می سپارم. طبق وصیت پدرم این پیراهن به انبیای بعد از شما خواهد رسید. شاید بتوان آن را جبه رسالت نامید. من و مردم کنعان با شما بیعت میکنیم و بعد از حضرت اسحاق شما را نبی خدا میدانیم و به رسالت شما گواهی میدهیم. مبارک. فکر میکنین پیراهن بعد از پدر به چه کسی خواهد رسید؟ خب معلوم است هر کس که از همه قوی تر باشد. اشتباه میکنی. آن کس که ایمانش از همه قوی تر باشد. من گرسنه‌ام.
به ما غذا نمیدهی مادر؟ پس غذا چه شد؟ کمی تحمل کنید. چه خبر است؟ بگیر. شما را چه شده؟ چرا نمیخورید؟ این کم است. چرا به یوسف بیشتر دادی؟ ساکت باش، غذایت را بخور. بس کن لیا، چه میکنی؟ بر خود مسلط باش. بنیامین را من نگه میدارم. تو به بچه‌هایت غذا بده. نگهداری از این همه فرزند مشکل است. لیا حق دارد. بر 7 پسر و دختر خودش فرزندان راحیل هم اضافه شدند. من تقاضای خود را بار دیگر تکرار میکنم. همیشه در آرزوی داشتن فرزند بودم، اما این آرزو تحقق نیافته. چیزی از عمرم باقی نمانده است. درخواست مرا اجابت کنید. یتیم راحیل را به من بسپارید. مطمئن باشید که او را همچون چشمانم نگه خواهم داشت. میبینید که لیا هم سخت به زحمت افتاده است. شما ناچارید برای یوسف و برادرش فکر چاره‌ای کنید. دوریش را چگونه تحمل کنم؟ اگر به راه دورش بردم تحمل نکنید. اگر او را هر روز به دیدار شما نیاوردم بازش ستانید. اگر از محبت دریغ کردم بر من نبخشایید. بگذارید این سالهای پایانی عمرم را با محبت به یوسف سپری کنم. یقین داشته باشید که هم روح راحیل را خوشحال خواهم کرد، هم دل شما را. اما فائقه، عهد من با خواهرم راحیل چه می شود؟ سوگند خوردم که نگذارم فرزندانش غم بیمادری را احساس کنند. فائقه پیمان تو را جامعه عمل خواهد پوشاند. بیشک او یوسف را کمتر از مادر عزیز نخواهد داشت. تو بیم آن داری که کثرت فرزندان موجب غفلت هم از یوسف شود؟ نه، به عکس. بیم من آن است که تو از دیگر فرزندان غافل شده و فقط به یوسف بپردازی. یوسف جان، بیا اینجا پسرم. بگو ببینم پسر، آیا بودن با عمه فائقه را دوست داری؟ آری پدر، عمه فائقه مادر خوبی است. نه به خوبی مادرت عزیزم، اما سعی خواهم کرد بوی خوی او را از من استشمام کنی. سپاسگزارم برادر. با تو عهد میکنم که چون جان عزیزش بدارم و چون قلب در سینه جایش دهم. پیش از آن که پشیمان شوم او را از اینجا ببر. یعنی ما دیگر یوسف را نخواهیم دید؟ این را که گفته؟ نه عمه جان، هر روز اینجا با شما بازی خواهد کرد. پس ما میتوانیم با یوسف باز کنیم عمه؟ البته که میتوانید. غذایتان رو نخوردید. مواظب باشید.
از این پس مسئولیت گوسفندان با شماست. من با شما نمی آیم. باید به امور مردم رسیدگی کنم. علت آمدن ما به کنعان همین بود. مراقب باشید گوسفندان را خطری تهدید نکنند. نگران نباش پدر، که دیگر کودک نیست. میدانم بروید. سلام برام مهربان. سلام عمه جان. سلام، دست خداوند همه. سلام عمه فائزه. سلام عزیزم. مواظب یوسف باشید. چشم. سلام بر نبی خدا. چه کسی گفته بی مادری بد دردیست؟ خوشا به حال بی مادران. اگر بی مادری خوب است شما چرا نمی‌میرید؟ شاید پس از مرگتان به بچه‌هایتان توجه بیشتری شود. به قصد بدی نداشتم. خواستم بگویم شما از یوسف خوب مواظبت کرده اید و برای او مادر مهربانی هستید. لازم به توضیح نیست. تفسیر کلام شما را خوب میفهمم. شما را چه شده؟ یعنی محبتی ناچیز در حق کودکی بی مادر را نمیتوانید تحمل کنید؟ مراقب باش خواهر. محبت‌های بیش از حد شما به یوسف در انظار و آراستن و پیراستن او زمینه حسادت برادرانش را فراهم نکند. علت سپردن یوسف به شما محبت بیش از حد لیا به او بود. او ناخواسته بین یوسف و برادرانش ایجاد اختلاف می‌کرد. آنان که زمینه حسادت را در فرزندان تو ایجاد می‌کنند بلهه و زلفا هستند، نه لیا. خداوند یوسف را از شر حسودان و چشم زخم دشمنان محفوظ بدارد. نمیدانم چرا نگران او هستم. دلیلی برای نگرانی نیست. اگر اجازه دهی او را ببرم. میدانم که یوسف گرسنه است. یوسف؟ بله. بیا عمه. بریم عزیزم. خدا نگهدار. خدا. مادر، لباسای زیبای یوسف رو دیدی؟ عمه فاقه برای او دوخته است. برای ما هم از اون لباسا درست میکنی؟ من فکر میکنم پدر دلیل دیگری داشت که ماما نیامد. مثلا چه دلیلی؟ یوسف. او دوست دارد با یوسف بماند. من اینطور فکر نمی کنم. او پیامبر است. باید در بین مردم باشد و به امور آنان رسیدگی کند. لباسهای یوسف را دیدی؟ دیدم. خیلی زیبا شده بود. خوش به حالش. لاوی، یهودا نمیایید؟ آمدی. در وضعش که خیلی مرتب شده بود. ظاهرا مرگ راهیل حداقل برای یوسف بد نشد. ظاهرا به برادر میماند، اما کلامت نه.
این را بپوش. همینجا بمان. میدانی این چیست؟ این کمربند پدرم اسحاق نبی پدر بزرگ توست. آرزو داشتم آن را به کسی دهم که ادامه دهنده ی راه نبوت باشد. امیدوارم آن ادامه دهنده تو باشی. من این کمربند را دوست دارم. پیراهن حضرت ابراهیم و این کمربند نزد من امانت بود. پیراهن را به برادرم دادم. این کمربند نیز فعلا نزد تو باشد. مواظب باش آن را گم نکنی. میترسم بعضی از دیدن این کمربند ناراحت شدم. مثلا چه کسانی؟ مثلا برادرانم. اصلا جایی نگرانی نیست. عجله کن. باید به مجلس موعظه پدرت برسیم. برویم. حسادت یعنی آرزوی نابودی نعمت و مکنتی که خداوند به بنده عنایت کرده. حسادت یعنی داشتن دیگران را تحمل نکردن. حسادت یعنی سعادت و خوشبختی دیگران را تاب نیاوردن و آرزوی فقر و تنگ دستی دیگران را داشتن. حال یک نفر بگوید ببینم حسود کیست؟ آن کمربند که یوسف بسته متعلق به اسحاق نبی است. چرا فایقان را به یوسف داده؟ گمان میکنم اینها باید به پیامبر بعد سپرده میشد. یعنی حسود دلش نمیخواهد که مردم چیزی داشته باشن؟ آفرین پسرم. حسود همان است که تو گفتی. حسود همیشه از داشتن دیگران رنج میبرد و خشمگین است. میبینی؟ چه داشته های معنوی و چه خودنمای شیرین زبانی و چه داشته های مادی و مکنت های دنیایی. راه ترک حسادت چیست؟ چه کسی میتواند پاسخ بدهد؟ امیدوارم که یوسف پاسخ را ندهد. یوسف کوچک من چیزی به خاطرش نمیرسد؟ پدر، آیا حسود میداند که این دنیا روزی برای او تمام می شود؟ آفرین پسرم، آفرین. پاسخ همین است که تو گفتی. حسود باید بداند که دنیا به کسی وفا نمی کند. حسود نه خیر دنیا را می بیند و نه پاداش آخرت. حسود از حسادت خیش طرفی نمی بندد و بستی نمی چیند. نه حسود و نه محسود هیچ یک در این دنیا ماندگار نیستند. اگر حسود این را بداند دنیای خود را به خاطر تنگ نظری و حسادت به جهنم تبدیل نمی کند. محبت در حق یک کودک بی مادر طبیعی است. محبت نکردن به فرزندانی که مادر دارند هم طبیعی است. یعنی مادردار نیازی به محبت ندارد. از طرفی همه لباسهای نو به او میپوشاند و او را میآراید. از طرفی هم مادر او را بر زانو نشانده و بهترین غذا را به او می‌دهد. گرچه نزد ما حفظ ظاهر میکنند ولی حتی پدر هم او را از همه ما عزیزتر میدارد. از حق مگذریم برادرمان یوسف با ذکاوت و شیرین زبان است. چهره زیبای او واقعا دوست داشتنی است. همه ما برادرمان یوسف را دوست داریم، اما اگر پدر و مادرمان بگذارند و یوسف را دردانه و ناز پرورده بار نیاورند. شما کمربند و بازوبند پدر بزرگمان اسحاق را دیدید که یوسف بسته بود؟ آری،
بلهم میگفت که اینها میراث انبیاست و باید به پیامبر بعد سپرده شود. پس عمه فائقه چرا آنها را به یوسف داده است؟ خب این را میتوان از عمه پرسید. غروب که گله را بازگرداندیم من از عمه میرویم. بچه ها سنگ یک بار دیگر امتحان میکنی؟ همه شما رو شکست. دوباره این یهودا شروع کرد. هر کسی که برنده شود جانشین من است. اول تو. خسته نباشید. کجا؟ سلام زلفا. گله را به آقل بردیم، نزد عمه فائقه میرویم. با او کاری داریم. یعنی میخواییم از او چیزی بپرسیم. ما هم از عمه سوالهایی داشتیم و اکنون از آنجا میاییم. من صلاح نمیدارم که شما سرزده به خانه عمه بروید. پدرتان نزد عمه فائقه است. او به دیدار یوسف آمده. شاید مشاهده این دیدار خوشایند شما نباشد. مگر اونجا چه خبر است؟ خب برویم ببینیم. این که کاری نداره. دیدید پدر یوسف را بیش از ما دوست می‌دارد. بیهوده سخن مگو. ما هم کودک بودیم بر زانوی پدر می نشستیم و بر ما محبت میکرد. بلهه و زلفا برای همین میگفتن سرزده نزد عمه فائقه نروید. من که میروم. حرف بی خود میزنم. همینجا بیست پسرم. سلام پدر. سلام پدر. سلام عزیزانم. سلام بر مردان خاندان یعقوب. خسته نباشید عزیزانم. شما کی بازگشتید؟ همینک گوسفندان را به آقل بردیم و آمدیم که آمدید که چه؟ آمدیم که با عمه سخن بگوییم. خب بگویید. میشنوم. عمه این کمربند متعلق پدر بزرگ اسحاق نبی است؟ بله همینطور است. اما برای یوسف حکم بازیچه را دارد. حقیقت این که گفتم یوسف با آن سرگرم شود تا غم بیمادری را فراموش کند. ولی بلهه میگفت این کمربند میراث پیامبر گذشته است و باید به پیامبر بعد برسد. پیامبر بعد از اسحاق نبی من هستم. این کمربند برای من میراث پدر و برای یوسف وسیله بازی و سرگرمی است. بلهه و زلفا تا وقتی راحیل زنده بود به او حسادت میکردند. حالا که دیگر او نیست به فرزندانش حسادت میکند. خیلی به صحبتهای آنها توجه نکنید. پدر، یهودا میگوید که شما یوسف را بیش از ما دوست دارید. اینطور نیست. ولی شما امروز به دیدار یوسف آمده اید. او را بر زانو نشانده بودید. شما را هم در دوران کودکی بر زانو می نشاندم. اگر شما هم از من دور بودید برای دیدارتان می آمدم. من همه شما را دوست دارم و دلم نمیخواد این گونه سخنان را بشنوم. بروید. من شما را مردان خانواده و پشت و پناه خود می دانم. آنگاه شما خود را با کودکی خرد و ضعیف مقایسه می کنید. خداحافظ خواهر. عمه فائقه به پدرم بگویید که به من محبت نکن. چرا؟
آخه برادرانم ناراحت میشه. عزیز دلم، تو محبت مادر که ندیدی، از محبت پدر هم محروم شوی؟ یوسف آسته تا بروید پنهان شوید، بروید، عجله کنید، عجله کنید، پنهان شوید، بروید، عجله کنید، پنهان شدید. تا 20 میشمارم باید آنها را پیدا کنید. کجایی؟ کجایی؟ پیدا کردم. بیافته. تو باید چشم بگی. پیدا کردم. اما هنوز یوسف را پیدا نکردی. یوسف، 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 پس کو؟ یوسف، 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 بازی تمام شد. بیرون بیا. یعنی کجا رفته است؟ همه جا رو گشته ای. نزد عمه فاقه بسمه نرفته است؟ پشت بام، من به پشت بام میروم. یوسف، 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 بسمه، یوسف را ندیدی؟ چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یوسف گم شده. اینجا که نیامده. چه شده؟ عمه فاقه، یوسف گم شده؟ کجا رفتید که گم شد؟ مگر با یکدیگر بازی نمی کردید؟ او پنهان شد. دیگر او را نمیابید. همه جا را گشته اید؟ آری، همه جا را. او امانت برادرم است. بیایید ببینم کجا بازی می کردید که گم شد. یوسف! یوسف! عمه
یوسف 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 نیست. وای وای